یه سوال قشنگ المپیادی از کشور کانادا. سوال میگه اگه x به توان 2 به اضافه x به توان 2 بر x به اضافه 1 به توان 2 مساوی 3 باشه، در این صورت تمام جوابهای ممکن برای x رو به دست بیارید. دقت کنید تمامی جوابها رو از ما خواسته، نگفته جوابهای حقیقی یا مثلا موهومی و اینا، گفته تمام جوابهای ممکن. به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبی عددباز. توی این ویدیو میخوایم این سوال المپیادی رو با هم حل بکنیم. قبل از اینکه شروع کنیم به حل این مسئله، اول به این نمودار ون دقت بکنید. این نمودار مجموعه اعداد رو نشون داده. اون دایره قرمز رنگی که اون وسط کوچیک اونجا هست مجموعه اعداد طبیعی رو نشون میده، مثل 1 2 3. میدونم خیلیاتون اینا رو میدونید، صرفا جهت یادآوری از 1-2 دقیقه اجازه بدید رو بگم. بعد بزرگتر از مجموعه اعداد طبیعی اعداد صحیح رو داریم که با رنگ نارنجی نشون داده، که شامل اعداد مثبت و صفر و اعداد منفیه. از اون یکم بزرگتر مجموعه اعداد گویا رو داریم که با Q نشون میدیم. همه اون اعداد مثبت و منفی به اضافه اون اعداد اعشاری رو شامل میشه. ما یه مجموعه گنج هم داریم که با آی نشون میدیم، مثل رادیکال 2، رادیکال 3، رادیکال 7، منفی رادیکال 3 و اینا. این مجموعه اعداد گنج با مجموعه اعداد گویا با هم ترکیب میشن و مجموعه اعداد حقیقی رو تشکیل میدن. ما خیلی از مسائلی که حل میکنیم توی مجموعه جواباش رو میخوایم پیدا بکنیم، ولی ما مجموعه بزرگتر از مجموعه اعداد حقیقی رو هم داریم. ما یه مجموعه دیگه هم داریم که خارج از مجموعه اعداد حقیقی هست که بهش میگیم اعداد موهومی و با آی نشون میدن، بعضی هم با جی نشونش میدن. ترکیب اعداد حقیقی با این اعداد موهومی هم مجموعه اعداد مختلط رو تشکیل میده. این مجموعه بزرگ سی که اینجا میبینین آبی کم رنگه یا بنفش نیلی رنگه، اینجا دیگه هر عددی که داشته باشیم به نوعی زیر مجموعه اعداد مختلف محسوب میشه. توی مثال سوال گفته تمامی جواب ها رو پیدا کنید، یعنی قرار نیست ما جواب های حقیقی رو پیدا کنیم. جواب هایی که عدد مختلط باشند یا عدد موهومی باشند هم جزو جواب های این مسئله میتونه باشه. حالا به هر حال شما خودتون این نکاتی که گفتم رو مطمئنا میدونستید، تو مدرسه و دانشگاه اینا بارها و بارها تکرار شده، ولی من خواستم یه اشاره بکنم، یه یادآوری بکنم، چون تو حل این مسئله به این مشکل برخواهیم خورد. حالا بریم سراغ حل این مسئلهمون. اینجا میایم این عبارت صورت مسئله رو به این شکل می نویسیم: x به توان 2 به اضافه این جمله دوم رو میایم توان 2 رو میاریم بیرون و می نویسیم x بر x به اضافه 1 به توان 2. میایم صورت عبارت که x داریم رو، این x رو یه بار به اضافه 1 یه بار هم منهای 1 میکنیم. این عبارت هم مساوی 3 هست، درست؟ حالا در قدم بعد می نویسیم x به توان 2 به اضافه این داخل پرانتز رو، این کسر رو تفکیک می کنیم، می نویسیم 1 منهای 1 بر x به اضافه 1 به توان 2 و این هم مساوی 3. ما اینجا یک اتحاد مربع دو جمله‌ای داریم. می نویسیم x به توان 2 و این رو باز می کنیم به اضافه اولی به توان 2 به اضافه دومی به توان 2 منهای 2 برابر اولی در دومی مساوی 3.
در قدم بعد این عبارت رو به این شکل می نویسم که x به توان 2 به اضافه این جمله، یعنی 1 بر x به اضافه 1 به توان 2 به اضافه میایم 1 منهای 2 بر x به اضافه 1 رو محاسبه میکنیم. 1 میشه x به اضافه 1 بر x به اضافه 1. با این مخرج مشترک میگیریم، یعنی میشه x به اضافه 1. صورت هم میشه x به اضافه 1 منهای 2، میشه x منهای 1 مساوی 3. حالا میایم دوباره طرفین این رابطه رو به اضافه 1 میکنیم به این شکل. با این کار این رابطه‌ای که داشتیم به این شکل نوشته میشه x به توان 2 به اضافه 1 بر x به اضافه 1 به توان 2 به اضافه دوباره 1 رو می نویسیم x به اضافه 1 بر x به اضافه 1. با این مخرج مشترک می گیریم، می نویسیم x به اضافه 1. حالا x منهای 1 به اضافه x به اضافه 1 داریم. منهای 1 و به اضافه 1 حذف میشن و فقط 2x باقی میمونه که این هم مساوی 4 میشه. درست؟ حالا به این رابطه دقت بکنید. آشنا نیست. اولی به توان 2، دومی به توان 2، 2 برابر اولی در دومی. یعنی میتونیم عبارت سمت چپ این تساوی رو بنویسیم x به اضافه 1 بر x به اضافه 1 به توان 2 مساوی 4. و از اینجا هم میشه نتیجه گرفت x به اضافه 1 بر x به اضافه 1 مساوی مثبت منفی 2 میشه. حالا ما باید حل مسئله رو ادامه بدیم تا مقادیر x رو به دست بیاریم. میگیم 2 تا حالت داشتیم. درست؟ حالت اول اینه که x به اضافه 1 بر x به اضافه 1 مساوی مثبت 2 باشه. یکی هم که x به اضافه 1 بر x به اضافه 1 مساوی منفی 2 باشه. اسم این رابطه بالایی رو میذاریم رابطه شماره 1، پایینی رو هم میذاریم رابطه شماره 2. 1 به 1 اینا رو حل میکنیم. خب رابطه شماره 1، به این رابطه دقت کنید. میایم اول 2 رو به این سمت انتقال میدیم، میشه منفی 2. بعد طرفین رو در x به اضافه 1 ضرب میکنیم، میشه x در x به اضافه 1 منهای 2 در x به اضافه 1 به اضافه 1 مساوی 0. این رو هم میشه نوشت x به توان 2 به اضافه x منهای 2x میشه منهای x منهای 2 به اضافه 1 منهای 1 مساوی 0. اگه این رو بیایم حل بکنیم x مساوی میشه با، ما میدونیم که x مساوی میشه با منفی b مثبت منفی رادیکال دلتا تقسیم بر 2a. پس می نویسیم منفی b میشه منفی 1. درسته؟ به اینجا منفی 1 هست. مثبت منفی رادیکال دلتا. دلتا چیه؟ b به توان 2 یعنی منفی 1 به توان 2 منهای 4 a3. 4 در منفی 1 در 1. اینجا خیلی گوشه شد دیگه، ببخشید اگه بد دیده میشه، ولی خب اینو داشته باشید. تقسیم بر 2a، تقسیم بر 2. خب از اینجا x به دست میاد. x مساویه منفی 1 که میشه مثبت 1 مثبت منفی رادیکال
دلتا رو اگه حساب کنیم منفی 1 به توان 2 میشه مثبت 1، منفی 4 در منفی 1 در 1 هم میشه مثبت 4، چون منفی در منفی میشه. 1 به اضافه 4 هم میشه 5 تقسیم بر 2. پس ما از حالت شماره 1 2 تا جواب واسه مقدار x به دست آوردیم. اما اینجا مسئله تموم نمیشه، ما رابطه شماره 2 رو هم داریم. از اینجا مثل حالت قبل این منفی 2 رو به سمت چپ انتقال میدیم، میشه مثبت 2. بعد عبارت ها رو در x به اضافه 1 ضرب میکنیم، میشه x در x به اضافه 1 به اضافه 2 در x به اضافه 1 به اضافه 1 مساوی 0. حالا عبارت رو بخوایم به شکل دیگه بنویسیم، میشه x به توان 2 به اضافه x به اضافه 2x میشه به اضافه 3x به اضافه 2 به اضافه 1 یعنی به اضافه 3 مساوی 0. خب حالا ما بخوایم دلتا رو واسه این معادله حساب کنیم چی میشه؟ دلتا مساوی میشه با b به توان 2 منهای 4 a 3. درست؟ که این هم مساوی میشه با 9 منهای 12 یا همون مساوی منفی 3. میبینید دلتا منفی شد. دلتا منفی شد یعنی چی؟ یعنی این معادله جواب حقیقی نداره، ولی خب چون مرتبه 2 هست حتما 2 تا جواب رو باید داشته باشه. این 2 تا جواب حقیقی نیستند، پس موهومی یا مختلط هستند. خب پس بریم واسه حل این رابطه. میشه x مساوی منفی b یعنی منفی 3 مثبت منفی رادیکال دلتا. دلتا منفی 3 بود دیگه، درست؟ می نویسم منفی 1 ضرب در 3 تقسیم بر 2a. از طرفی این نکته هم می دونیم که منفی 1 مساوی i به توان 2 هست، i که کوچکترین مقدار عدد موهومیه. پس x مساوی میشه با منفی 3 مثبت منفی رادیکال i به توان 2 ضرب در 3. i از زیر رادیکال i به توان 2 از زیر رادیکال میاد بیرون، میشه i رادیکال 3 تقسیم بر 2a. و به این ترتیب این 2 تا جواب هم از حالت دوم به دست میاد و در کل ما 4 تا جواب واسه این معادله پیدا کردیم. 2 تا جواب حقیقی و 2 تا جواب مختلط. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم سالم و سلامت باشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.